میدونستی کریتوس همیشه خدا نبوده. کریتوس داستانش از یونان باستان شروع میشه، جایی که یه اسپارتی بیباک و جنگجوی افسانه‌ای بود. وقتی قبیله‌اش در خطر افتاد، کریتوس پیمانی با آرس، خدای جنگ بست. پیمانی که بهش قدرتی بیپایان داد، اما با خیانت و فاجعه همراه بود. کریتوس فریب خورد توسط آرس، ناخواست خانواده خودش رو به دست خودش نابود کرد. این خیانت اون رو به روحی انتقامجو تبدیل کرد. خشمش فقط به آرس محدود نشد. از زئوس تا پوسایدون هیچ خدایی از غضب کریتوس در امان نمونده. اما دنیای نورس ما با مردی جدید روبرو میشیم. پدری به نام کریتوس که حالا تلاش میکنه پسرش آتروس رو تربیت کنه و از اشتباهات گذشته درس بگیره. اون یاد گرفته که خشونت همیشه جواب نیست و در نبردی بزرگتر با ضعف‌ها و گناهان خودش مبارزه میکنه. کریتوس برای ما نماد تغییر و رستگاریه، کسی که نشون میده حتی با گذشته ای تا. به نظر شما کریتوس در دنیای نورس بهتر بود یا در یونان باستان؟